در این مرحله شما رو با مواد اولیه قالی بافی آشنا میکنم. چند نمونه از این مواد اولیه رو اینجا دارم در دسترس که این مواد پشم هست. این الیافی که میبینید الیاف پشم. پشم سالی 2 بار از بدن گوسفند جدا میشه و همیشه پشم بهاره بهترین کیفیت رو داره. از نظر کیفیت از پشم پاییزه خیلی بالاتره. و راه شناخت پشم به این ترتیبه که شما هممون توی خونمون فرشای ماشینی داریم. اگر یه تیکه از نخهای فرشای ماشینی رو بسوزونید، گلوله‌ای در دستتون ایجاد میشه و این گلوله به هیچ عنوان خرد نمیشه. این مواد اکریلیک هستن، پلاستیکن و به راحتی زیر ناخن‌های شما خرد نمیشه. ولی از این پشم رو یه مقدارش رو برای اینکه بخواید بشناسین که این نختون 100% پشمه یا نه، یه مقدار از اون رو میسوزونید، یه گلوله‌ای ایجاد میشه. این گلوله به راحتی توی دست شما خرد میشه. در رابطه با پشم نمرات مختلفی داره پشم و این نمرات رو از طریق سیستم متریک به دست آورده. سیستم متریک سیستمی برای مشخص شدن ضخامت و ظرافت نخ‌هایی که ما با اون می‌خوایم فرش ببافیم و به این ترتیبی که هر چند متر این نخ که 1 گرم وزن داشته باشه میشه شماره این نخ. اگر ما وزن 1 گرم رو یک جا قرار بدیم و 20 متر نخمون 1 گرم بشه، میگیم نخمون شمارهش 20. اگر 30 متر نخمون بشه 1 گرم، شماره نخمون 30. به این ترتیب هرچی شماره بالاتر میره نخ ما ظریف‌تر میشه و بین نخی که 20 مترش 1 گرمه و نخی که 5 مترش 1 گرمه، اونی که 20 مترش 1 گرمه مطمئناً ظریف‌تره. جذب رطوبت پشم بین 17 تا 16 تا 18%. نمونه دیگه ای از الیاف ابریشم هست که از کرم ابریشم به دست میاد و به عنوان سلطان و ملکه الیاف ازش نام بردن. ابریشم در مقابل شعله از پشم مقاومتره و میزان جذب رطوبتش 11%. واحدهای اندازه‌گیری ابریشم برای وزنشون نخود و مسقال هست، ولی برای متراژشون واحد اندازه‌گیری الیافشون یعنی بلندی الیافشون 9000 متری بر حسب گرم که میشه دنیر. 1 دنیر برابر است با 9000 متری بر حسب گرم. ابریشم رو در فرش‌های ظریف بیشتر به کار میبرن برای اینکه کیفیت بیشتری به فرش میده. بعضی از فرش‌ها هم چله هاشون از نخ ابریشمه، هم بافتشون ابریشمه و هم گل‌هاشون که به اونها فرش‌های تمام ابریشم میگن که بیشتر در قم بافته میشه. و فرش‌های دیگه‌ای هستن فرش‌های گل ابریشم که زمینه‌شون با نخ‌های پشم‌های ظریفه و چله هاشون از پنبه است ولی گل‌هاش از ابریشمه. اینها نمونه‌های فرش‌های صادراتی و ریزباف هستن که در کشورمون بافته میشن. نمونه دیگه ای از الیافمون پنبه است. این نخ چله‌ای که میبینید نخ چله پنبه‌ایه. پنبه بیشتر به دلیل اینکه انعطاف پذیره بیشتر برای چله کشی و پود به کار میره، پودی که ما به فرش میدیم. و راه شناختش از طریق فیزیکی به این ترتیبه که اون رو جلوی شعله میگیریم. شعله وقتی که این میسوزه به طور پیوسته است و شعله خاموش نمیشه. خاکستر بسیار نرمی داره و میزان جذب رطوبتش بین 7 تا 8%. پنبه در اثر رطوبت استحکام میگیره ولی پشم استحکامش رو از دست میده. برای همینه که قایقرانان بیشتر برای طناب‌هایی که استفاده میکنن از نخ‌های پنبه‌ایه، به دلیل اینکه پنبه رطوبت بهش استحکام میده ولی در پشم رطوبت استحکام رو از اون میگیره. نکته رو که می‌خواستم اضافه کنم در مورد شماره گذاری نخ پنبه است که با پشم متفاوته. به این ترتیبه که ما نخ‌های پود فرشمون از چند لایه تشکیل شده که به هر کدوم این لایه‌ها، هر کدوم این رشته‌هایی که کنار هم هست یک لا گفته میشه در اصطلاح قالی بافی. وقتی که میگیم نخ 15 لا یعنی نخی که 15 رشته کنار هم دیگه است. وقتی میگیم نخ 18 لا، پود 18 لا یعنی 18 لایه کنار هم دیگه است. به این ترتیب هرچه به تعداد لایه ها افزوده میشه به ضخامت فرش ما هم اضافه میشه و رابطه اون با پشم معکوسه. در پشم هرچه شمال بالاتر میرفت نخ ظریفتر، ولی در پنبه هرچه شمال بالاتر میره نخ ضخیمتر میشه. پس در بین دو نخ 18 لا و 20 لا ضخیمترین اون نخ 20 لاست.
و شماره گذاری پنبه به این ترتیب. در این قسمت با چند نمونه از ابزار قالی بافی آشنا میشین. این ابزار تعدادیشون برای مناطق ترک زبان و تعدادیشون برای مناطق فارس زبان هست. فرش های ترک باف که در مناطق ترک زبان بافته میشه از این ابزار استفاده میکنن و این اسمش دفه نام داره. دفه به این شکل تیغه هایی که این قسمت داره داخل فرش میشه و کار این دفه کوبیدن پودها در سر جای خودشونه. با کوبیدن اینها پودها در سر جای خودشون قرار میگیرن. این قلابه که با اون تارها رو میگیرن، گره رو میزنن و با نوک انتهای این قسمت بالایی این تارها رو میگیرن، گره رو میزنن و پرز رو جدا میکنن. این سیخ پودکشه که به وسیله این سیخ که داخل چله قرار میدن پودکشی میکنن و این قیچی ترک باف به این شکل، تیغه اون یه مقدار عقب‌تر و دسته اون حالت خمیده داره که به این ترتیب قیچی میکنن که پرزها بیش از حد کوتاه و یا بلند نشه. این قشو نام داره. قشو دیگه امروزه در قالی ها اصلا به کار نمیره. در قدیم در قالی هایی که از نخهای ضخیم استفاده میشد و فرش درشت باف بود، برای اینکه پرزها رو به این ترتیب شانه بکنن و قسمت گره ها در سر جای خودشون قرار بگیره و پرزهای اضافی گرفته بشه، از این قشو استفاده میشد. ولی امروز با همین دفعه امروزه اون کار رو انجام میدن. این دفعه هم میتونه کار این قشو رو انجام بده. در فرش‌های ظریف اصلا از قشو استفاده نمیشه. این وسایلی که اینجاست وسایل فارس بافه. در مناطق فارس زبان مثل کاشان، نائین، قم از این شونه استفاده میکنن. به این شونه دفتین میگن. این هم کارش همون کوبیدن پورتاست، مثل دفه‌ای که ما در ترک باف داشتیم. هیچ فرقی نمیکنه. منتها در مناطق فارس از این شونه استفاده میکنن. تفاوت چاقویی که هست، چاقوی بافتشون با این چاقو اینه که این قسمت قلاب داره ولی این بدون قلابه. کار این قلاب رو انگشتان دست انجام میده، یعنی با انگشتان دست این پرزها رو گره میدن به تارها و به این قسمت میبرن. این قسمت انتهایی هم برای اینه که اگر اشتباهی شد اون رو در بیارن. و قیچی های فارس باف به این ترتیب پشت بنداره. این میله‌ای که پشت تعبیه شده برای اینه که بلندی پرزها رو مشخص بکنه. هر چقدر که فرش ظریف‌تر باشه پرزهای اون کوتاه‌تره و هر چقدر که فرش درشت‌تر باشه پرزهای اونا به همون نسبت بلندتره و این پشت بند متغیره. به این قیچی‌ها میگن قیچی‌های پشت بنددار. در مناطق فارس باف بیشتر از این قیچی‌ها استفاده میکنن و این قیچی خاص منطقه اصفهانه. این لبه‌ای که داره روی قسمت تیغه ها مانع از این میشه که پرزها خیلی کوتاه بشن. به اندازه این لبه به این ترتیب اونها رو قیچی میزنن. در این قسمت شما رو با انواع نقشه آشنا میکنم، با حالتهای نقشه. قبلا توضیح بدم که شما دوستان عزیز اگر با آموزش یک دوره قالی بافی یا حتی چندین دوره قالی بافی بخواید این انتظار رو داشته باشید که هر فرشی که پهن میشه تشخیص بدید که این فرش در کدوم منطقه بافته شده، امکان پذیر نیست. وقتی که شما دوره های آموزشی قالی بافی رو میگذرونید دیگه باید گذرا رد نشید از کنار فرش‌ها، سوال بکنید چرا فرش نائین به نام فرش نائین شناخته شده؟ چه فرقی داره با فرش اصفهان؟ چرا وقتی که فرش پهن میشه میگن این مال قمه ولی این مال اصفهانه؟ تمایز فرش‌های کشورمون از همدیگه میتونه در نقشش باشه، در رنگش باشه و در بافتش باشه. به این ترتیبه که بعضی از شهرها محدودیت رنگی دارن، مثل نائین فقط از 13 رنگ در قالیاش استفاده میکنه، نهایتاً تا 16 رنگ. ابریشمی که به کار میبره توی فرشاش فقط ابریشم سفیده و هیچ ابریشم رنگی دیگه ای رو در اون کار نمیکنه. ولی در اصفهان که یک منطقه نزدیک به نائینه دستشون بازه برای انتخاب ابریشم‌های رنگی و طیف رنگیشون بیشتر هست نسبت به نائین. نوع گره هاشون با هم یکیه، بافتشون با هم یکیه. مثلا فرش کاشان، در کاشان فرش‌های زمینه کرم خیلی کم لاکی توش به کار میره. لاکی منظور از لاکی همون قرمزه. ولی در قم حاشیه فرش‌های کرم کاملا لاکیه و اینها میاد این تمایز رو به این فرش‌ها میده که شما باید در اثر تجربه اینها رو به دست بیارید. هر فرشی که پهن شد و دیدید که بیشترین طیف رنگی و هارمونی رنگ رو داره، بدونید که فرش تبریزه، چون فرش تبریز دستش برای تعداد رنگ زیاد بازه.
ولی از نظر نوع نقشه و حالتهای نقشه تمام فرش‌ها از 4 حالت پیروی میکنن. حالت اول فرش‌های 1/4 هستن، طبق این نقشه‌هایی که جلوی من هست. این یک نقشه 1/4. طراح برای اینکه یک فرشی رو که بخواد 4 قسمتش مثل هم باشه، طراح نیاز به این نداره که 4 قسمت فرش رو طراحی بکنه. یک قسمت از 4 قسمت رو در اختیار بافنده قرار میده. این مربع‌هایی رو که شما مشاهده میکنین، این مربع‌های ریز یک گره ما هستند. ما با تارهام، با پرزهامون تار زیر به تار رو پیوند میدیم و مجموع این پیوندمون میشه یه دونه از این مربع‌های ریز. برای اینکه شمارش اون راحت تر باشه، اینها رو به خونه‌های 10 تایی تقسیم کردن. شاید توی این خونه‌های 10 تایی بهتر مشخص باشن. به این خونه‌ها توی اصطلاح به این شبکه‌ها توی اصطلاح قالیبافی میگن یه خونه. پس برای نقشه‌های 1/4 موقعی که ما می‌خوایم چله کشی بکنیم، باید خونه‌های ارضی رو بشماریم. تعداد خونه‌های این نقشه رو شمارش می‌کنیم. 8 تا خونه ارضی داره. 9 تا خونه ارضی داره که اون رو باید 2 برابر کنیم، چون همین 9 تا خونه رو اونور هم نیاز داریم. براتون گفتم که هر خونه 10 تا گره داره. پس 90 گره ما اینور نیاز داریم و 90 گره اون طرف. موقعی که می‌خوایم چله کشی رو انجام بدیم، براش 180 تا گره در نظر می‌گیریم. با توجه به اینکه گره میانی فرشمون با اون قسمت قرینه هستن، یه دونه گره رو وسط برمی‌داریم، چون مشترک بین این نیمه فرش و اون نیمه فرش. یعنی اینجا 89 تا که شما میشمرین، 90می باید این گره باشه، از اون طرف هم به همین ترتیبه. پس یه گره رو ازش کم می‌کنیم. محاسبه چله کشی در نقشه‌های 1/4 پس عبارت از خانه‌های داده شده ضرب در عدد 10 ضرب در عدد 2 منهای 1 به اضافه 4. 4 چیه؟ 4 عددی که برای شیرازه هامون میذاریم که کناره های فرشمون رو میخوایم شیرازه بکنیم. این محاسبه چله کشی در نقشه های 1/4 بود. و محاسبه بلندی چله ها هم که بر حسب دار و بلندی فرشی که میبافیم مشخص میشه. ما تعداد گره ها رو برای عرض کارمون میخوایم. طول کار یعنی بلندی چله ها. این یک حالت از اون 4 حالتی بود که خدمتتون عرض کردم. حالت دوم نقشه‌های 1/2 هستن. نقشه‌ای که نصف قرینش رو ما داریم، نصفش رو این ور خودمون تکرار میکنیم. تفاوتش با اینه که وقتی این رج به رج میبافتیم به اینجا میرسیم، این برمیگرده بافته میشه. برمیگرده و قالیمون تموم میشه. همون جایی که قالیم رو شروع کردیم، همینجا قالیمون رو تموم میکنیم. یعنی هم نیمه ارضی قرینه است و هم نیمه طولی. ولی در نقشه‌های 1/2 فقط نیمه ارضی قرینه است دیگه، ما برگشت نداریم. وقتی ما این نصف رو بافیم، این گلدان کامل میشه دیگه، نیاز به برگردوندن نداره. به اینها میگن نقشه‌های 1/2. محاسبه چله کشی در نقشه‌های 1/2 با نقشه‌های 1/4 هیچ تفاوتی نداره. باز هم به این ترتیبه که تعداد خانه‌های داده شده ضرب در 10 به دلیل اینکه هر یه خونه 10 گره داره، ضرب در 2 به دلیل اینکه ما این بر به این گره ها نیاز داریم، منهای 1 عرض کردم که اون گره وسطه و به اضافه 4 تار شیرازه. اینم شد حالت دوم. و حالت دیگه ای از نقش‌های سراسری کامل هستن. نمونه این نقش‌ها زیاد هستن.